نخستین نیروگاه زمینگرمایی ایران. تولید برق مشکین شهر 3000 متر زیر زمین. با احیای اولین چاه زمینگرمایی کشور و گرفتن بخار خروجی از اون، بالاخره نخستین نیروگاه زمینگرمایی ایران و خاورمیانه در منطقه مشکین شهر اردبیل به زودی وارد مدار میشه. پیشرفت عملیات نصب و راهاندازی این نیروگاه بیش از 95% و تا الان برای ساخت این نیروگاه بیش از 650 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته. این طرح پایلوت بر روی مخزنی از انرژی زمینگرمایی با ظرفیت تولید 250 مگاوات برق در حال احداثه و کارم دست مهندسان ایرانی هست. برای اکتشاف و استخراج منابع زمینگرمایی از مشکین شهر 11 حلقه چاه به عمق حدود 3000 متر و با ظرفیت تولید 30 مگاوات حفاری شدن که در فاز نخست 5 مگاوات از اون وارد مدار میشه. جالبه بدونید فعل و انفعالات هسته‌ای که در اعماق زمین اتفاق میفته 42 میلیون مگاوات انرژی تولید میکنه که حدوداً معادل 5 برابر ظرفیت تمام نیروگاه‌های دنیاست. پس ایران باید تمرکز بیشتری روی نیروگاه‌های زمینگرمایی بذاره.